سلام به تریویتا. همونطور که میبینید من در جا مهسایی الان قرار دارم. مهسا داره یه صندلی دیگه قرار داره. مبل نازنین من اونوره تا شما هیبت من رو ببینید. الکی زیر خودش بالش گذاشته بلندتر بشه. خب امروز میخوایم چیکار کنیم؟ امروز میخوایم اسم هرچی خوراکی موراکی تو خونه داشتیم و نوشتیم توی ظرف انداختیم. ظرف و قراره هر کی چند تاشو از اون تو در بیاره، هر چی در اومد رو خمیر پیتزا میریزیم و پیتزا درست میکنیم. بعد حالا اون پیتزا رو کی بخوره؟ نگاه کنید بچه‌ها، ما یک سری معمای بسیار زیبا فنی علمی خیلی سخت معمای علمی سوا کردیم از قبل به صورت رندوم. یه هولش 40 50 تا معما محسوب داره، 40 50 تا معما من داره. بعد از هم معما میپرسیم. معما که میپرسیم اگه درست جواب داد درست، اگه درست جواب نداد یه تیکه یه قاچ از پیتزا رو میخوره. تازه نکته خوبش اینه که مهسا کلا پیتزا داره. آره مهسا کلا پیتزا دوست نداره. واقعا کدوم بشری است در دنیا پیتزا دوست نداشته باشه؟ خب خدایا یه چیزی این به من افتاد. عسل. تو پیتزام قرار عسل باشه بچه‌ها. از عسل هم بعدش میاد. نوبت منه. چیز بد بیفته. شلیل. شلیل در پیتزایش میفته. سوسیس یس. سکشنز. چیپوف. ذرت. هیچ سکشنز. بیسکویت. پفک. موز. شکلات. آفرین خوب. تخمه. رب آلوچه. چوب شو هم باز خوبه. لواشک. اوه چه ترچی بشه. بریم که بپزیمش. درستش. مواد اولیه از این قرار هست خمیر پیتزا، پنیر پیتزا. البته ما چون تنبلیم نون نیمه آماده پیتزا. نون نیمه آماده پیتزا. خب این دوتا ثابتن دیگه. چی هست؟ اینا مال منه. لواشک، شکلات، رب آلوچه، پفک، ذرت، اینا هم هنر شلیل حسین و سوسیس. کدوم بر منه؟ قارچ و شلیل مال منه. موز و سوسیس. به حسین این سوسیس رو باید برمی‌داشتیم. چوب شور، عسل، چیپوف، بیسکویت، تخمه رو داری توف میکنی اون تو. فکر میکنی این کارخونه چطوری بهتون تخمه بدون پوست میده؟ نکن تخمای توفی. خب شد خودت میخوایی بخوری، شانس داری. خب با خدا چیتوز هم همینطوری درست میکنه. اگه تخمه درست چیتوز مزمز اینا همه تخمه همچنین به شما میدن. همچنین کارگر میارن 20 تا 40 50 تا صبح تا شب. بریم درست کنیم. سلام خدمت دوستان به تریویت. همچی که میبینید اینجا همکار ما. سلام میکنی؟ نه سلام میکردم. من این برنامه آشپزی میکنم. سلام میکنم. اینطوری که میبینید همکار ما میخواد دست دوباره نشون بده، بای بای بکن. بله اینجا برای شما آشپزی میکنه. بذارید من خوب براتون توضیح بدم. ببین پیتزای حسین و من درست میکنم، پیتزای من و حسین درست. بذار من خوب توضیح بدم چه میشه. اینجا باشه. بذار من بیام خودم بهتون توضیح. خب سلام به تریویتا. نگاه کن جریان چی؟ جریان اینه که مثلا مواد پیتزا رو در اینجا میریزه. بعد سلام کلتو بندازم تو این پیتزا. نمیخوام. مواد تشکیل دهنده پیتزا برو بریز، من به توضیح میدم. بعد عسل میخواد بریزه برای من کنار کله. ابتدا عسل رو راست میگه، عسل رو بذار ماهی کف. ابتدا عسل رو در کف نون قرار میدهی. عسل را قرار میدهی. بچه پاهم کم کم داره خسته میشه. چه پیتزایی واسه درست کنه. بعد از عسل و روی عسل موزها و سوسیس ها را قرار میدهیم. اولش باید میگفتم آموزش پیتزای مرگ. بچه خیلی خسته شد پا من از کادر خارج کنم. برو بعد پیتزای من رو درست کن.
پیتزا رو درست کردیم بچه‌ها. پیتزای مشتی شد. این پیتزای من بچه‌ها. خوب بیارم ببینیم بچه‌ها. ای پیتزای مزه بچه‌ها نمی‌بینید پیتزای مزه یک بوی غیر قابل توصیفی داره. خیلی هم بوش خوبه، بوی شکلات. شکلات و لواشک پوش قاطی شده، زیرش هم رو بالیچه داره، یه چیز سیاه شده. خب سوالا خب کی شروع کنه؟ اول تو بپرس. اگه سوالو غلط جواب بدم باید یه تیکه پیتزا بخوره. خب بپرس. خب سوال اولم میپرسیم، میگه خانه شخصی در طبقه 8 یک آپارتمان بوده. خب صبح که میرفت سر کار با آسانسور میرفت پایین، ولی شبا که میرفت خونهش با پله میرفت بالا. چرا؟ چون اسکله نه غلطه. برقا میرفت. نه دیگه ازت نمیپذیرم، ولی راهنمایی میکنم اگه جواب بدیم اجازه میدم پیتزای کمتری بخوری. خب مشکل تو رو داشت. یعنی چی؟ من نمیتونم از آسانسور برم بالا؟ از کادر نرو بیرون. نه دلیل داره، از کار دارم راهنماییت میکنم. نمیتونم. به خاطر اینکه مثل تو کوچوله بود، میخواست بره سر کار، دستش میخورد که بزنه پارکینگ بره پایین، ولی به شب که میاد دستش نمیرسید به دکمه 8 بزنه که بره بالا. مشکل تو رو داشت. پیتزای اولشو میخوره، تیکه گنده برد. نه این میوه نداره، این لواشک داره. اب نداره. چی بود؟ شکلات بود اولش. شکلات و ذرت چطوره؟ بد نیست. لواشک و پفک روش دیگه نمیخوادی لنج، اونو میزشی بره پایین، بعد اینگه گازو میزدی. اون رفته بود پایین. تو الان باید زجر و عذاب بکشی. خوشمزه است. چطوری؟ یکی هم ترشه. دلت بسوزه، اصلا ازش بدم نمیاد. چطوری میگی؟ چون قالبش لواشک مزه میده. من نمیذاره مزه به همین چیزا. چطوری میشه یه نفر از لواشک توی پیتزا لذت ببره؟ لواشک و شکلات روی هم. خب منو نتونستیم مجازات کنیم متاسف. چرا مار نمیتونه مسافرت بره؟ چون پا نداره. نه ولی نزدیک گفتم. نه آها چون دست نداره بای بای کنه. خوندی دیگه. نه با خدا نخوندم. متقلب خوندی سالو. شاید بچگی ها یه باشین دادم نخونده بودم. اصلا امکان خدای اصلا امکان داره همچین چیزی آدم بگه یهو مثلا فکر کن الان بگی مثلا قضیه فیثاغورس چیه، من میام حفظی بهت بگم. قبل از اینکه کوه اورست رو کشف کنن بلندترین کوه دنیا چه کوهی بود؟ قبل از اینکه کوه اورست رو کشف کنن بلندترین کوه دنیا چه کوه کوهی بود؟ اورست. سلام. خب کوه که وجود داره. این دیگه خیلی راحت بود. اگه خواستین که خواب از سرتون نپره چیکار کنین؟ کلاه بذاریم سرمون؟ نه. پراشو بکنیم؟ خوابت پر داره؟ شیر به در میخوره. چه ربطی داره؟ چیه جوابشه؟ سرتو میذاری تو قفس میخوابی. بخور پیتزاتو. تو جای کوچیک هم براشه همش توش نباشه. حالا یه چوب شور خوردی کلا. موز بود کامل. موز مگه داشتم بالا در می‌آوردم. نفس. چقدر شو بخورم؟ نخور خوردی. چی سوسیس دارشو خوردم. زود باش دیگه. داری تقلب میکنی. چی شو؟ داری تقلب میکنی. خب گذاشو بخورم. اصلا کی گفت من با تو این بازی رو بکنم؟ هیچ وقت با یه آدم متقلب بازی نکنید. میخوای پیتزای منو بخوری؟ نه. خب بسه. من نهاش بخورم. سیر میشم. شباهت نون سوخته با آدم غرق شده چیه؟ بعد میگه من چیزای راحت انتخاب میکنم. آدم غرق شده نون سوخته خدایی چه شباهتی میتونن داشته باشه؟ هر دوتا آخرش ه داره. خب نتونستی جواب بدی. فرقش اینه که هر دو رو دیر کشیدم بیرون. خیلی راحت. کاملا منطقی درست. چقدر آدم غرق میشه مگه یکی داره میکشدش بیرون؟ دیر کشیدم، اگه زودتر میکشیدم خب بیرون غرق نمیشد. نون هم اگه بود. زودتر میکشید بیرون نمیسوخت. نه شاید اصلا کسی اونجا نبود.
شکلات ذرت خیلی خوب. مثلا طعمی میاد تو ذهنم میخواد تو دهنم من حالم بد میشه. میوهش چطوره؟ مزه آلوچه پخته میده. خیلی نامردیه. تو میخوری راحت پیتزا تو. من تو داشتم فکر می‌کردم چرا پیتزای من بهتر از توه. چون تو سوسولی. این مزه‌اش همه ترشه. فقط شما. من فکر کنم این پیتزا رو از پیتزا که من معمولی درست کنم بیشتر دوست دارم. از این بعد برشم پیتزا رو درست کنم. میگه سوخته. بفرمایید. چطوری میخوری آخه اونا؟ خب خوبه با خدا داره با لذت میخوره. بخورم دارم سیر میشم فقط. چطوری؟ یه روز بابای یه پسره توی چاهی افتاده خوندی؟ نه خب یه سنگم کنار پسره بود، یه مغازه مواد غذایی هم روبروش بود. پسره باید چیکار کنه که بابا شاید چاه در بیاره؟ بابای تای چای، پسر سر چای، یه دونه سنگم بغلشه، مواد غذایی هم جلوه. الان میخواد باباش در بیاره. خب مسلماً با سنگ باید یه کاری بکنه. به صورت انسانی میری به فروشگاه مواد غذایی میگه من بابا اونجا افتاده. یه زنگ بزن آتش نشانی کسی یه تناب بیار با ما بیاریم بیرون دیگه. خب این کارو میکنه دیگه. خب اگه به صورت انسانی بود اونم دستش به آسانسور نمیرسید میگفت یکی واسش بزنه. خب بگو. سنگو برمیداره میزنه توی شیشه مغازه. آها همینه. سنگ برمیداره میزنه شیشه مغازه داره که داره میاد بزنتش میپره توی چاه. بعد مغازه رو بیاره بیرون بزنتش دیگه. بعد میخواد بیاردش بیرون باباش هم با خودش میاره. نه خب میشه دیگه. خب اینم راه حلشه. یه دونه دیگه میتونه. نه دیگه یه دونه دیگه نه دیگه. اون سری منم 2 تا گفتم تو گفتی یه دونه دیگه. نه بچه مزه پیتزا داره تو دهنم الان پدیدار میشه. میخوای پیتزای منو بخوری؟ نه باشه نمیدونم. پیتزا تو شکلات داره. خب سبون فکر چی شکلات دوست نداری؟ تو پیتزا بابا تو به این به چشم پیتزا نگاه نکن. به چشم یه غذای خارجی. بچه کف پیتزا رو به آلیچه زده شده. بعد همونجا دوباره یک شکلات قرار گرفته شده. بعد روی شکلات پنیر پیتزا ریخته شده. بعد کنارش هم ذرته. همه رو دیدن میدونی؟ اسب بدی اینو نمیخوره. خدای اسب اینو نمیخوره. بدی اسب بخوره میکنه میره. الان منو با اسب مقایسه کردی؟ نه گفتم که اسب هم نمیخوره. تو چطوری میخوری اسب؟ نباشه. میشه از بحث منحرف نکنی و جوابو بدی؟ سنگو برم داره میزنه تو سر باباش که دیگه باباش نره تایید از این کارا نکنه. بعد میره مواد غذایی یه دونه آب میوه میگیره میخوره و از زندگیش لذت میبره. بعد نمیدونم تا یه جایی بهش نزدیک شدی ولی سنگو برمیداره. نه دیگه نمیتونی. مغازه رو میشکونه. نه خب بذار بگم بذار سعی کنم قبول نیست. بذار بگم میزنه میشکونه بعدم میاد دنبالش. تا اینجاش هم درست گفتم؟ گفتی بذار بگم. منم خب بگو دیگه بگو. آره سنگو میزنه شیشه مغازه رو میشکونه و مغازه رو میاد بیرون میگه الان میام پدرتو در میارم. هیچی باباشو مثلا فکر کن زده شیخونده میاد بیرون الان پدرتو در میاد. دست شما درد نکنه. این چیه اتفاقا؟ دقیقا همینطوری. آها دستش میلرزه داره میخوره. خیلی بده. چرا میگی؟ اصلش نداره که. این درست این چالش آزار و اذیت حسین. تازه تخمشون رو تو دهنم. دیدی گولت زدم؟ تخمش هم نم گرفته بود. من من فکر کردم تخمه بینه این تو از نم گرفتی که در میاد. بدتر شده. میخوای پیتزای من رو بخوری؟ بچه من دوست ندارم توی یوتیوب یک بار بالا بیارم. ولی به خاطر شماها یک گاز دیگه چرا بچه ها از آزار اذیت دیدن لذت میبرن؟ من الان دارم از آزار تو لذت.
ولی این سعادت نصیب تو نشد دیگه. خب میخوای این بازی کسی رو تمام کنیم یا ادامه بدیم؟ نه ادامه میدیم. میتونی؟ ادامه بدیم. نزود بالا بیارم واقعا. خب میگی نمیتونم که. نه اب نداره. ادامه میدم. آخه من که زجر نمیکشم. تو این دفعه پیتزای منو بخور. باش قبول. چرا روی آدرس اینترنتی 3 تا W وجود داره؟ www. چرا 3 تا W؟ 3 تا W؟ آخه این چیه میپرسی؟ با سوال من علمی از مجله علمی در آوردم. چی از من میپرسه؟ علمیه چرا 3 تا W داره سایت؟ جواب بدم؟ جواب بده. چون کار از محکم کاری عیب نمی کنه. تو خاطر همین 3 تا W داره. خب میخوای یکی دیگه بپرسم. بخندیم الان. پیتزای حسین. تو هم خیلی مدت پیتزا نخورم. مزه نون قندی میده. یعنی بازم یک مشکلی باشه نداری؟ طعم بدی نمیده فقط شیرینه. بهش 3 بار نزود بالا میگیرم. چه داری میخوری؟ تو داری میخوری هم من دارم زجر میکشم. موز پخته قشنگ مزه ساندویچ میده. ساندویچ موز نداریم. سیب موز داریم. سیب موز. همونه دیگه اصلش موزش. خب بیا کجاشو بخورم. این بیسکویت. نه ها سیر شدم. خدا تو روانی چطوری؟ دیگه گذاشتم. دیگه از این بازی هم نمی‌کنم. آقا من فکر نمی‌کنم منم این تو مثلا چی میریختم تو بدت میومد. چرا؟ همش خوراکیه دیگه. وجدانم نمیشه آخه. میشه نمیشه میشه. باز ادامه بدیم این بازی کثیفو. تو که نمیتونی منو مجازات کنی. این چه وضعشه آخه؟ آخه یه دو سوال دیگه من باید تو بپرسم. تموم نشده. با یه سوال تو دیگه. بیشتر پرسی. دست و پای 4 تا گوسفند رو می‌زنن تو قابلمه تو کله پاچه درست کنن. خب دست و پای 4 تا گوسفند می‌زنن توی قابلمه که کله پاچه درست کنن. بله. حالا از کجا بفهمیم که کدوم دست و پا برای کدوم گوسفنده؟ صبر کن میشه حدسد میرن میزنن تو سرشون ببینن دست و پای کدوم تکون می‌خوره؟ نه. یعنی 4 تا گوسفند مختلف داریم. دست و پای همشون رو کامل میکنن میندازن توی چیز قابلمه کله پاچه درست. الان میخوای بفهمیم کدوم دست برای کدوم کی گوسفنده. سراشون هم من بریدیم یا نه سراشون کله پاچه است دیگه. کله پاچه بدون سر اون میشه پاچه. فهمیدم. میگیم کی از همه خوشگل‌تره اون که دستش برد بالا. درست گفتم؟ ولی جالب بود. همین دیگه بابا میشه. کی از همه خوشگل‌تره میگه من میگم حالا تو بگو بعد میگه نه. خب بعد میگه من کلش اشاره میگه من بعد معلوم میشه کدومه. چه پیچیده. خب ازت قبول میکنم ولی این نیست. بگم پاهاشونو قلقلک میدی هر کدوم خندید میفهمی مال اون. خب پاش قلقلک میدی خندید بعد دستش از کجا بدم. خب من که درست گفتی از اون میپذیری. باش. دی آخرم در رفت کلا یه تیکه هم نخورد. تو چی؟ تو هیچی نخوردی نه؟ خب من یه دونه پیتزا تو رو خوردم. اینا برای تو کامله. برای مسا باشه کامله هیچ چیزی نخور. این چیزی میذاری مثل فردا نهار اینو میخوری؟ نهار که نمیشه ترشه. گوشتم. چطوری آخه؟ آخه نمیشه وجدان مجبور حساب میکنم. سس میآوردم با سس میکنم. با نون میخوردی سیر چی؟ خب تموم کنیم این بازی کثیفو.
بچه برین تیم این کلیپ ما به پایان میرسه. اگه پیزای خوشمزه من مثلا اگه دوست دارید بازم از این کلیپ های سادیسمیگونی بذاریم سادیسم دوچارین از آزار اذیت ما لذت میبرید حتما برای ما کامنت بذارید. آزار اذیت یه چیزی پیدا کنید که من از آزار اذیتش لذت بچه‌ها خداحافظ بچینیم تا خداحافظ چیزای جالب تو کامنت بنویسید. آره چیزای جدید بهم بگید. خداحافظ.